قرن 20 در افغانستان چه گذشت؟ زمانی که در سال 1934 ظاهرشاه بر تخت پادشاهی افغانستان نشست، ایالات متحده آمریکا به طور رسمی افغانستان را به رسمیت شناخت. بعداً در سال 1947 بریتانیا از هند خارج شد و دولت هند و سکولار هند، دولت اسلامی پاکستان را ایجاد کرد. ملت پاکستان دارای یک مرز طولانی و عمدتاً غیرقابل کنترل با افغانستان است. 6 سال بعد از این در سال 1953 ژنرال محمد داوود خان طرفدار شوروی، پسر عموی شاه، نخست وزیر می شود و برای کمک اقتصادی و نظامی به ملت کمونیست چشم دوخته است. او همچنین تعدادی اصلاحات اجتماعی از جمله اجازه دادن به زنان برای حضور عمومی بیشتر را معرفی می کند. در سال 1956 نیکیتا خروشچف، نخست وزیر شوروی، با کمک به افغانستان موافقت کرد و این دو کشور به متحدان نزدیک تبدیل شدند. در سال 1957 به عنوان بخشی از اصلاحات داوود، زنان مجاز به حضور در دانشگاه و ورود به نیروی کار شدند. در سال 1965 حزب کمونیست افغانستان مخفیانه تشکیل می شود. رهبران اصلی این گروه بابرک کارمل و نور محمد ترکی هستند. بعداً در سال 1973 خان محمد ظاهرشاه، آخرین پادشاه افغانستان، را در یک کودتای نظامی سرنگون می کند. رژیم خان، حزب دموکراتیک خلق افغانستان، به قدرت می رسد. خان سلطنت را لغو کرد و خود را رئیس جمهور نامید. جمهوری افغانستان با پیوندهای محکم با اتحاد جماهیر شوروی تأسیس شده است. مدت 2 سال بعد، در سالهای 1975 تا 1977 خان قانون اساسی جدیدی را پیشنهاد می کند که به زنان حقوق می دهد و برای مدرن کردن دولت عمدتاً کمونیستی تلاش می کند. او همچنین مخالفان را سرکوب می کند و بسیاری از مظنونان به عدم حمایت از خان را مجبور به خروج از دولت می کند. در سال 1978 خان در یک کودتای کمونیستی کشته می شود. نور محمد ترکی، یکی از اعضای مؤسس حزب کمونیست افغانستان، به عنوان رئیس جمهور کنترل کشور را به دست می گیرد و بابرک کارمل به عنوان معاون نخست وزیر معرفی می شود. آنها استقلال خود را از نفوذ شوروی اعلام می کنند و سیاست‌های خود را مبتنی بر اصول اسلامی، ملی‌گرایی افغانی و عدالت اجتماعی و اقتصادی اعلام می کنند. ترکی با اتحاد جماهیر شوروی قرارداد دوستی امضا می کند. اما رقابت بین ترکی و حفیظ الله امین، یکی دیگر از رهبران با نفوذ کمونیست، منجر به درگیری بین دو طرف می شود. در همان زمان رهبران محافظه کار اسلامی و قومی که به تغییرات اجتماعی ارائه شده توسط خان اعتراض داشتند، شورش مسلحانه‌ای را در روستاها آغاز کردند. در ماه ژوئن جنبش چریکی مجاهدین برای مبارزه با دولت مورد حمایت شوروی ایجاد شد. در سال 1979 آدولف دابز، سفیر آمریکا، کشته شد. ایالات متحده کمک‌های خود به افغانستان را قطع کرد. جنگ قدرت بین ترکی و معاون نخست وزیر حفیظ الله امین آغاز می شود. ترکی در 14 سپتامبر در درگیری با هواداران امین کشته می شود. اتحاد جماهیر شوروی در 24 دسامبر به افغانستان حمله کرد تا رژیم کمونیستی متزلزل را تقویت کند. در 27 دسامبر امین و بسیاری از پیروانش اعدام می شوند. بابرک کارمل معاون نخست وزیر شد. مخالفت گسترده با کارمل و شوروی باعث تظاهرات خشونت آمیز عمومی شد. در اوایل سال 1980 شورشیان مجاهد علیه مهاجمان شوروی و ارتش افغانستان تحت حمایت اتحاد جماهیر شوروی متحد شدند. 2 سال بعد از آن حدود 2.8 میلیون افغان از جنگ به پاکستان و 1.5 میلیون دیگر به ایران فرار کردند. چریک‌های افغان کنترل مناطق روستایی را به دست می‌گیرند و نیروهای شوروی مناطق شهر را در کنترل خود دارند. همینجا بود که در سال 1984 اسامه بن لادن، اسلامگرای سعودی، اگرچه او ادعا می‌کند که بلافاصله پس از حمله شوروی به افغانستان سفر کرده است، اولین سفر مستند خود را به افغانستان برای کمک به جنگجویان ضد شوروی انجام می‌دهد. در سال 1986 مجاهدین از ایالات متحده، بریتانیا و چین از طریق پاکستان اسلحه دریافت می‌کرد. در سال 1988 در ماه سپتامبر اسامه بن لادن و 15 اسلامگرای دیگر گروه القاعده یا پایگاه را تشکیل می‌دهند تا به جهاد یا جنگ مقدس خود علیه شوروی و سایر کسانی که به گفته آنها مخالف هدف آنها برای یک ملت ناب تحت حکومت اسلام هستند ادامه دهند. آنها با اعتقاد آنها به اینکه جنگ متزلزل شوروی در افغانستان مستقیما به جنگ آنها نسبت داده می شود، ادعای پیروزی در اولین نبرد خود را دارند،
اما تمرکز خود را به آمریکا معطوف می‌کنند و می‌گویند که ابرقدرت باقی مانده مانع اصلی بر سر راه استقرار دولتی در مورد اسلام است. یک سال بعد از آن در سال 1989 ایالات متحده، پاکستان، افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی در ژنو قراردادهای صلح امضا کردند که استقلال افغانستان و خروج 100,000 سرباز شوروی را تضمین می‌کند. پس از خروج شوروی، مجاهدین به مقاومت خود در برابر رژیم رئیس جمهور کمونیست دکتر محمد نجیب الله تحت حمایت شوروی که در سال 1986 به عنوان رئیس جمهور کشور دست نشانده شوروی انتخاب شده بود، ادامه می‌دهند. در سال 1992 مجاهدین و دیگر گروه‌های شورشی با کمک نیروهای دولتی به پایتخت کابل یورش بردند و نجیب الله را از قدرت بیرون کردند. احمد شاه مسعود، رهبر چریک‌های افسانه‌ای، نیروها را به پایتخت هدایت می‌کند. سازمان ملل متحد از نجیب الله حمایت می‌کند. مجاهدین، گروهی که با جنگ سالاران جنگ بر سر آینده افغانستان شروع به شکسته شدن کرده بودند، یک دولت عمدتاً اسلامی را با پروفسور برهان الدین ربانی به عنوان رئیس جمهور تشکیل می‌دهند. در سال 1995 شبه نظامیان اسلامی تازه تأسیس طالبان با وعده صلح به قدرت می‌رسند. اکثر افغان‌ها که از سالها خشکسالی، قحطی و جنگ خسته شدند، طالبان را به خاطر حفظ ارزش‌های سنتی اسلامی تایید می‌کنند. طالبان که کشت خشخاش برای تجارت تریاک را غیرقانونی می‌دانند، جنایت را سرکوب می‌کنند و آموزش و اشتغال زنان را محدود می‌کنند. زنان باید کاملاً محجوبه باشند و به تنهایی اجازه بیرون رفتن ندارند. قوانین اسلامی از طریق اعدام و قطع عضو در ملای عام اجرا می‌شود. ایالات متحده از به رسمیت شناختن اقتدار طالبان امتناع می‌ورزد. در سالهای 1995-1999 تداوم خشکسالی کشاورزان را ویران می‌کند و بسیاری از مناطق روستایی را غیرقابل سکونت می‌کند. بیش از 1 میلیون افغان به کشور همسایه پاکستان مهاجر می‌شوند، جایی که در کمپ‌های محقر پناهندگان به سر می‌برند. در سال 1997 طالبان نجیب الله را در ملای عام اعدام می‌کند. گروه‌های قومی در شمال تحت ائتلاف شمال مسعود و جنوب با کمک حامد کرزی همچنان به نبرد با طالبان برای کنترل کشور ادامه می‌دهند. یک سال بعد از آن، پس از بمب‌گذاری‌های القاعده در 2 سفارت آمریکا در آفریقا، رئیس جمهور کلینتون دستور حملات موشکی کروز علیه کمپ‌های آموزشی بن لادن در افغانستان را صادر کرد. این حملات برای سعودی‌ها و دیگر رهبران این گروه تروریستی تنگ شده بود. سرانجام در سال 2000 بن لادن که به عنوان یک تروریست بین‌المللی شناخته شده بود، به طور گسترده تصور می‌شد که در افغانستان مخفی شده است. جایی که او هزاران نفر از پیروان خود را در اردوگاه‌های آموزشی تروریستی پرورش می‌داد. ایالات متحده خواستار استرداد بن لادن برای در بمب‌گذاری‌های سفارتش شد. طالبان از استرداد او خودداری کرد. سازمان ملل متحد افغانستان را با تحریم‌هایی که تجارت و توسعه اقتصادی را محدود می‌کرد، مجازات کرد. خب دوستان عزیز، اگر این ویدیو برایتون مفید بود، لطفاً ما را حتماً فالو کنید تا ویدیوهای بیشتری برای شما عزیزان نشر کنیم.